چک کردن کاتالیزور خود مازدا تیری با دوربین مخصوص. ابتدا چک میکنیم ببینیم کاتالیزور در چه وضعی هست، منافذش به چه صورته. ببینیم اگر ذوب شده باشه کاتالیزور فایده ای نداره برای شستشو، ولی اینجا که میبینیم کاتالیزور منافذش فقط گرفته، خوشبختانه ذوب نشده. نشون بده. میبینید منافذش گرفته ولی ذوب نشده خوشبختانه و این با شستشو رفع میشه. اول استارت میشه، شروع میکنه به نکش مواد نانو داخل کاتالیزور.